چه حساسی با هم دیگه دارید؟ مامانمه. خب چقدر با مامانت راحتی؟ خیلی. خب یه چالش داریم، مامانت زنگ بزن به دوست پسرت بهش بگه که باید بیا خواستگاری دخترم، ببینیم ریاکشنش چیه. باشه. الو سلام، خوبی آقا آرمین؟ سلام. من مامان یکتا ام. بله. ببین میخوام یه صحبت جدی باهات بکنم، زیادم وقتتو نمیگیرم. رابطتو با یکتا یه سرش کن، یا بیا خواستگاری یا تمومش کن. من واقعا حوصله این بحثا ندارم. شنیدی؟ چی؟ چرا خواستگاری چی؟ باید بیای خواستگاری دیگه، باید تکلیف دختر منو روشن کنی. من اصلا با یکتا دوست شدم به تو نزدیک شم. چی؟ من از تو خوشم میومد. تو غلط کردی مردی که اول به تو میگم آرمین خدا لعنتت کنه. قدیما مادر رو میدن دختر رو میگرفتن، الان برعکس شده.